آقا میخواد یه راه حل بهتون بگم که دیگه هیچ گرفتاری و مشکل و بدبختی و سختی تو دنیا نداشته باشید؟ یه کاغذ خودکار بیار و اینی که میگم بنویس. آوردی؟ واقعا فکر میکنی الان یه راه حلی وجود داره که تو دنیا مشکل و گرفتاری نداشته باشیم؟ نه خدایی همچون فکری کردی. ما تو بهشت نیستیم، اینجا دنیاست، بهشت نیست. این چیزیه که فکر میکنم نیازه به خیلی یادآوریش کنیم. مادامی که ما تو بهشت نیستیم یعنی اینکه سختی و گرفتاری و مشکلات و ناراحتی بخوایم یا نخوایم یقه ما رو میگیره. و تو این میون همیشه آدمای دور و برمون هستن که مدام از سختی های زندگیشون میگند. آقای کار مورد علاقش گیرش نمیاد، فکر میکنه بدبخت ترین مرد دنیاست. خانومه مشکل خانوادگی داره، فکر میکنه بیچاره ترین زن دنیاست. پسره میخواد با یه دختر ازدواج کنه، بهش نمیدنش، میخواد خودکشی کنه. طرف یه بیماری سخت گرفته، شب و روز از خدا داره شکایت میکنه. بعد تمام این گروه های شاکی از دنیا و اتفاقاتش تو یه نکته مشترک هستند و اون اینه که مشکلاتشون بزرگترین مشکلات دنیاست. شاید ما راهی نداشته باشیم که دنیا رو بدون سختی پشت سر بذاریم و حتما نداریم، اما برای اینکه به بهترین شکل ممکن ازش بگذریم، راه حلش به شکل خلاصه یک آیه از قرآن. این آیه رو حفظ کنید، تو تمام عمرتون بهش نیاز دارید. خداوند میفرمایند یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نمیگه ای مردم، نمیگه ای مسلمانان، بلکه میفرمایند ای مؤمنان. یعنی ای کسانی که با قلبتون به خدا ایمان کامل دارید، صبر کنید، صبور باشید و استقامت بورزید. این راهشه، راه گذروندن دنیا به بهترین شکل ممکن. باید صبر کنی، صبور باشی، استقامت داشته باشی تا لعلکم تفلحون، تا موفق باشی. کسی که همیشه داره از سختی‌ها شکایت میکنه، وقتی یکی از نزدیکاش فوت میکنه، از عالم و آدم گره میکنه، وقتی یه مشکلی براش پیش میاد، تا اونجا میرسه که میگه خدا دوستم نداره، خدا با من قهره، خدا هرچی بدبختی رو به من میده. اون هم سخت زندگی میکنه، هم ایمانی که به خدا داره تو قلبش مشکلات اساسی داره و خدایی نکرده اون دنیا هم خدا میدونه ولی احتمالاً دچار مشکل میشه. چرا احتمالاً دچار مشکلات میشه؟ کافی ببینی فرشته ها وقتی میان پیش بهشتی ها بهشون چی میگن؟ میگن سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتی که کردید و چه سرانجام خوبی دارید. میدونی چی کمک میکنه که قلباً راضی باشی؟ کافیه قبول داشته باشی که بالاخره این خواست خدا بوده، نه اینکه تلاش نکنی. ولی وقتی اتفاق افتاده دیگه خدا خواسته و انجام شده، باید بگیم خدا خواست و انجام شد. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهدی قلبه. هیچ حادثه و مصیبتی اتفاق نمیفته مگر با اجازه خدا و هر کس به خدا ایمان داشته باشه و هر کس به خدا ایمان داشته باشه یعنی به قضا و قدر خدا، دلش آروم میگیره، راضی میشه و خدا قلبش رو هدایت میکنه. این چیزیه که همه بشر دنبالش میگردن، این که قلبت آروم باشه. اگه فرمول راضی بودن از زندگی فروشی بود، بدون اغراق میلیاردها دلار ارزشش بود. میدونید کیا میتونستن انقدر پول بدن و بخرنش؟ هزاران بازیگر و خواننده و آدمای معروف و مشهور و پولداری که مردم در ظاهر دوست دارن آرزوشون جاش باشند، ولی اونها به خاطر مشکلاتشون خودکشی کردن.
کافیه میفروختیمش به مارلین مونرو، کسی که با مواد مخدر خودکشی کرده، کسی که بهش میگفتن ملکه زیبایی و همه فکر میکردن لابد داره خوب زندگی میکنه، به خاطر اون چیزی که الان ما داریم میگیم و راضی نبودن از زندگی و سخت زندگی کردن خودکشی کرد. یا رابین ویلیامز، بازیگر اسطوره‌ای فیلم کمدی که خودشو کشت به خاطر مشکلاتش، ولی خدایی رو شکر که فرمولش رو پولی نگذاشته بلکه ربطش داده به خود قلب و ایمان به خدا و قضا و قدرش. فقط یک مؤمنه که میتونه تو اوج مشکلات لبخند بزنه و بگه الحمدلله. بذارید یه خاطره از خودم براتون تعریف کنم. یادم چند سال قبلی که از دوستم تصادف وحشتناکی کرده بود. همسرش، یکی از پسراش فوت کردن در جا، خدا رحمتشون کنه، و یکی از بچه‌هاش هم تو کما بود و خودش سالم روی تخت بیمارستان خوابیده بود. داشتم به خودم فکر میکردم تو راه که وقتی رسیدم به اتاقش چی بگم که از ناراحتیش کم شه. باورتون میشه تا رفتم تو دیدم داره لبخند میزنه، میگفت الحمدلله به هر حال، خودش بهم دادشون، خودش ازم گرفتشون، خدا بهش نصیبشون کنه. میخواستم از اون صحنه فیلم بگیرم که دنیا ببینه که یه مؤمن تو واقعاً بدترین روزهای زندگیش چطور میتونه لبخند بزنه، راضی هم باشه. چی میخوایم دیگه بیشتر از این؟ اگه یه آدم بی ایمان جاش بود یا دائم الخمر میشد، یا معتاد، یا خودکشی میکرد، یا حداقلش دیگه میافتاد بیمارستان روانی. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. و قطعا شما رو با برخی از امور مثل ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود محصولات آزمایش میکنیم و مژده بده به صابران، اونایی که هنگامی که بلایی به اونها میرسه میگند ما از آن خداییم و به سوی اون باز میگردیم. آنان همان صابران با ایمانی هستند که درود و رحمت پروردگارشان شامل حالشان میشود و مسلماً آنها هدایت یافتگانند. یک، ما بخوایم یا نخوایم تو دنیا مشکلات زیادی داریم و خواهیم داشت. دو، این مشکلات هرچی باشه از طرف خداست و ما وظیفمون صبر و رضایت. سه، صبر کردن و رضایت قلبی تنها راه نجاته، همونطور که رسول الله علیه السلام میفرمایند صبر نوره، یعنی نوریه که میتونیم توی تاریکی های این دنیا خودمون رو نجات بدیم باهاش. و در نهایت چهار، این صبر و رضایت رو کسی نداره به جز مؤمن. پس یه 2 تا 4 تا کن و از ایمانت لذت ببر.